در سال نو آرزو میکنیم همچون ژورنالیست به همکسبان خودم آرزو میکنم که اینترنتی با سرعت داشته باشند، کاغذ ارزان تر شود و اگر خبرها هم شدن فقط خبرهای خوش باشند و فوری تر کار کنیم. بگذار ما دیرتر خواب کنیم ولی فعالیت ما برای خواننده ما، بیننده ما، شنونده ما قابل قبول باشد و همیشه همکاران ما از جانب خواننده ما احسن، آفرین، بهترین مواد گفته این گونه مثلا خبر شنوند. با تمام همدیاران عزیز، با تمام همکارانم همین گونه موفقیت، پیشرفت، سلامتی استوار در سال 2026 را آرزو میکنم. سال نو با فیض و نصرتش به هر یک خاندان همین گونه شادی های فراوان آورد. در این لحظه های ایدانه کلی مردم شریف تاجیکستان را با فرارسی سال نو 2026 میلادی یعنی سال ادامه کارهای سازندگی و آبادکاری صمیمانه تبریک گفته به هر کدام آنها صحتمندی و روزگار آسوده، بخت پاینده و اقبال نیک و زندگی پرفیض و برکت آرزو می نمایم. بگذار سال نو به خاندان هر یکی آنها فیض و برکت و نصرت های نو آورد. سال نو میلادی مبارک دوستان و همکاران عزیز. چون در آمد سال جدید قرار داریم، پیش از همه از فرصت مناسب استفاده برده شما و اهل عائله‌تان را به این سال جدید تبریک و تهنیت گفته و به شما و اهل خانواده‌تان پیش از همه سلامتی و عمری دراز بردوام را تمنا دارم و بگذار این سال عملی گردیدن آرزوهای نیک شما باشد و صلح و ثبات در کشور ما تا ابد باقی بماند. سال 2025 برای من بسیار سالی پربرار و خاطرمون بود. در سال آینده با تمام اهالی تاجیکستان خانه آباد و خوشحالی و فراوانی را تمنا دارم. فرارسی سال نو همیشه با امید، آرزو و نیت‌های تازه می‌آید. سال گذشته را با سپاس یادآور می‌شویم و سال نو را باشد با قدم‌های استوار پیشواز می‌گیریم. آرزومند آنم که سال نو میلادی به خاندانتان گرمی، محبت، صمیمیت و خوشبختی ها آورد. از فرصت مناسب استفاده کرده امروز من مردمی یکی خود را، مردمی ملتی آزاده خود را می‌خواهم که باز زیباتر، باز خوشبخت‌تر بینم، کامیابی‌هایشان زیادتر گردد، زندگی عائلوی‌ها خوب باشد، پیشروی‌ها باشد، وطنمون ترقی کند، زیبا شود. سال نو میلادی برای هر یک انسان آغاز امیدهای نو، آرزوهای تازه و نقشه‌های سازنده میباشد. سال 2025 سپری شد و اینک ما سال 2026 سال نو میلادی را تجلیل میکنیم. باید بگوییم که سال 2025 با تمام شب و فرازهای خود باز یک صحیفه خاطرات ما را در تاریخ ثبت نمود و اینک سال 2026 فرا می رسد و همه هموطنان عزیز را بخشیده به سال نو میلادی تبریک و تهنیت گفته به آنها روزگار با سعادت، تنی صحت، عمر دراز و در خاندانشان آسوده و آسایشتگی و در تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات، سازندگی و بنیادکاری را تمنا میکنیم. در سال جدید با کل مردم شرفمند تاجیکستان بردباری را تمنا دارم. بگذار در سال 2026 آن همه نیت و مرامی که در سال 2025 وقت نشد که آنها را عملی کنند، در سال 2026 عملی کنند و به خواننده، بیننده و شنونده روزنامه ختلان آرزوی آن را دارم که همیشه خاطرتان بالیده باشد، همیشه خوشحال و بالیده روح باشد و بمانید. در این سال جدید تمنای آن را دارم که کتاب زندگی شما پر از صفحه‌های سفید باشد و بگذار این سال جدید سال عملی گردیدن آرزوهای نیک شما باشد. سال نو مبارک.